یه همچین فضایی یه 3x3 میسازیم. خب نگاه کنید. بعد دیسپنسرها رو اینجوری میذاره. خب نگاه کنید، دیسپنسرها رو اینجوری میذارید. دیسپنسرها رو گذاشتین این کف، یعنی اینجا رو یه دونه اوکپنس میذارید. وقتی گذاشتین فقط با 4 تا واتر بکت نیاز دارین. یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا و یکم اینجا. خب نگاه کنید خیلی خوب اینطوری باشه. خب بعد داخل همشون رو TNT بذارین. 1 trillion years later. الان ردستون کار داریم. اینجا رو اینطوری میکنیم، اینجوری میشینیم و ردستون دستا رو میذاریم. توی کامپیوتر شیفت نگه داریم و توی موبایلم این دکمه بین رفت و آمد رو هم 2 بار بزنین اینجوری. خب آخرش هم لیور رو میگیریم، یه دونه اینجا آخر لیور رو میذاریم اینجا. خب تموم شد. فقط کافیه که برم بالای اوکفنس بشینم. خب شروع میکنیم. ببینیم تا چند بلاک ما رو میبره تو هم آسمون. اوه همچین وسیله خیلی ساده ما رو کجا برد. ببین یه بار دیگه هم امتحان کنیم. دوباره ببینیم ما رو کجا میبره. اوه ببینید کجا اومدیم، دوباره میریم پایین. خب واسه اینکه اینجور ویدیوهایی رو ببینید فقط ساب کن، لایک کن و تو کامنت ها هم بگین که دیگه چجور وسیله بسازیم. تانک بسازیم، چرخ بال بسازیم، هر چی که شما گفتین من همونو میسازم. تا ویدیوی دیگر بدرود.